برادران نگاه کنید از مگزین چه خیلی دزدی میکنند. تا کنیم و این پسری که آماده ایستاده است اینجا جدا دارد که شریکش بیاید. شریک اون زنکی که از خفای دارماده بود. خیلی که میگویم دزد رو از چشمش میشناسند. دارو نگاه کنید به طرف کامera خیلی نگاه میکنند. دیده دوستان عزیز؟ گویا که کامera اون رو ندیده باشد. نگاه کنید این دختر همون دختری که از خفای اومده بود. اینجا نگاه کنید میخندن. نگاه خندیدند و دزدی شروع میشود. نگاه کنید این خاله رو نگاه کنید که یک نمود سونکه را پر کرده است که میگوی با کدام کیاسه را بار زده است. فقط برای سرشویی یک شامپو بگید، دو شامپو بگید، پر کردنش میگید. نگاه کمتر پیروشکنی رس میشه. کمتر حالا نگاه کنید باز پر میکنند. نگاه هیچ خیلی سونکه هست 10-15 شامپو رو میدزد. ده شامپو در سونکهش گرفته است و یک شامپو در دستش. دیدید برادران عزیز؟ حالا باز برمیگردد و دزدی رو باز سر میکنند. نگاه کنید کمتر که بار کنی از دستت نمیفته. السلام علیکم داملای محترم. من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمای زاکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانی. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک های زاکسی میپوشند خواهرای ما و شما و بر زاکس میروند و توی انجام میدهند با همین فرم ها. آیا همینجا یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نه؟ گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین من میگم 3 طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست. اگرچه ما و شما ملاشیم از این سخنها، این نشانه اون نیست که تو دعوا کنی. دعوای تو دروغ است. تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی وقتی این لباس ها را تو در بدن خود میکشی. تازه عروس میگوید یوسف قرضاوی در فقه معاصرش میارد در باب لباس زنها. یک تازه عروس پیش عایشه صدیقه آمدند و میگه در بدن شاید که همین لباس های پرده هایی که امروز خواهرای ما و شما را شرمنده کردند اینا را از ملک غرب برای ما و شما آوردند که اینها بپوشند، اینا مثل ما پیرو شوند، اینا مثل ما دوزخی شوند. این لباس کسایی میپوشد که به سوره نوری که در قرآن خدا فرستاده است به سوره نور ایمان ندارد. این سوره نور چی میگوید؟ شما الحمدلله امروز قرآن های کریلیکی هم برآمده است. سوره نور آیت 31 نگاه کنین. اگر ایمانی بر خدا داری، ایمانی به سوره نور داشته باشی، این لباس ها را اصلا در بدن نمیکشی. و وای به حال هم برادرایی که همین لباس ها را از راه های دور میگیرن میارن و سبب گناه کردن همین مردم مسلمانی کولابی ما و شما میگردن. در گناه کردن چیکار میکنند؟ یاردم میکنند.
من اهل النار کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها و این ریحها من مسیرة کذا و کذا. پیغمبر گفت از اهل دوزخ است. گفت کیها؟ زنهایی که کاسیاتون لباس دارن لکن لباسی دارن که عاریاتون بدنشان میتابد، مائلاتون ممیلاتون، خود که بدکار هستن، خود که بی حیا هستن، لکن این کسل بی حیایشان باز در دیگر دخترها و در دیگر فرزندها میچسبد. اینا را نپوشین، اینا را کاری که در خواهر اپاتون اجازت نتین اگر سخن شما در خانه تاثیر داشته باشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من سوال و جواب را دوست می‌دارم و با شما اعتقاد دارم. خواهش میکنم به سوال من جواب گردانید. میگویند بچه با دختر بگردد و غیر از خواب کردن با آن عملهای بدی کند، آن را گرفتن خوب نبوده است. میخواستم از زبان شما شنوم. یعنی جوانی که اگر دست درازی میکند به سوی یک زن در حالتی که بین اونها نکاح نیست، اگر چندی که با او همخوابه هم نشده باشد، همان دست درازی تو هم زنا هست. لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر میگوید مخیط، اینجا مخیط گفته دروش میگویند، همان دروش، همون سوزنهایی که جوال میدوزند. پیغمبر خدا گفت اگر همون دروش را گرفته و در سر یکی از شما به عدد زنند، این برای شما بهتر است از آنه که شما دستان این مردها در وجود زنهایی که برای شما نکاح ندارند دست درازی میکنید. جوانای عزیز، هیچگاه به این عمل دست نزنید. باور کنین هم در دنیا شرمنده میشوین هم در آخرت شرمنده میشوین. لا غنا مع الزنا، کسی که اگر زنا کرد، این سخن پیغمبر خداست، اصلا بای نمی شود، اصلا دسترخوانش نان نمی بیند و باید گدا شود اگرچه دولت دارم که باشد. وقتی که این قدر دست درازی کرده باشی، این دختر به آبرو کرده باشی، پس او را گرفتن برای تو افضلتر است از او را که او را ترکش میکنی. با فردا یک کسی دیگر هم که گرفت، باز خبرها می رود که این مثال فلانی، این دختر با فلانی میگشت، باز حیاتی او تلختر می شود. السلام علیکم داملای عزیز، من یک نفر مخلص شما، خواهش میکنم به سوال من جواب میگردانید. زن با طور شوخی با شوهرش میگوید در نبودن تو من با یک جوان زیبا بودم، با این طریق این زن گناه میگیرد یا نه؟ و در آخر التماس دارم از شما، امروز در روز قبول دعاست، از برای من دعا میکردید که کاری مشکل پیش روی من آمده است. یعنی این برادر سوال کردن که اگر زن به طریق شوخی بگوید که در نبودن تو من با همراه یک جوان بودم، آیا این زن گناهگار می شود یا نه؟ راستی بار باور کن این بی‌غیرتی و بی‌ناموسی همون مرد نشان می‌دهد. وقتی که زن نزد وی میگوید که من در نبودن تو با یک جوانی بودم، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی‌دارد. این گپ شوخی هم نیست، همه کار از شوخی سر میزند. وقتی یک بار بگوید ما با همراه فلان کس بودیم و نگاه به سوی تو میکند، زنها بسیار یک دام فریب هستند. رسول اکرم گفتند اتقوا النساء و اتقوا الدنیا، از دنیا و از زن سخت بترسید. از این خاطر اولا این تماما معنی ندارد، باید زن اینقدر جرأت پیدا نکند که این سخن در نزد شوهر خود بگوید که ما با فلان مردی بودم، و این مرد اگر خنده کند این دیوس است و بگوید شوخی کرده است، خنده کند، این دیوسی را نشان میدهد. برای البته زن هم گناهگار میشود و تو در نزد خداوند از اون دیده گناهگارتر هستی. خداوند آن مشکلاتی که پیش روی توست، خدایا مشکلات تو را دور بگرداند و غیرت اسلامی را خدا در وجود تو پیدا بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادر با کلمات عربی نویسنده است. راستی بار این حسن ختم نیست،
حسن خط می نویسی خوب بنویسش، نقض بنویسش، نمیتونی نویسنده با همین طریق کریلیکی بنویس، میفهمیمش انشاءالله. السلام علیکم داملای محترم، آیا حضور پدر مادر در نکاح شرط است یا نه؟ یعنی در نکاح حاضر شدن پدر مادر اگرچنده که فقها میگویند شرط نیست، لیکن با مرور زمانی که الحال ما و شما زندگی داریم حضور پدر مادر شرط است که باید که در نکاح خواهرز البته و پدر مادر است. وقتی ما اینقدر صفتی که پدر مادر میکنیم و در نکاح فرزندش اشتراک نداشته باشد یا درکدار نباشد، پس این چگونه میشود؟ این حالت هم این نکاح با فیض و با برکات هم نیست. باید که همون داملایی که هستن پرسان کنند ما رو چند کس میگوید ما رو